رستم هستم. اومدم بهتون یاد بدم که چطوری GTA 6 رو نصب کنید. اول تایپ میکنیم نصب بازی GTA 6 از اپلیکیشن وطن اپ، روش کلیک میکنیم، میریم پایین روی این گزینه رو کلیک میکنیم، میریم توش، اینجا زده برای دانلود کلیک کنید، اینو میزنید با حجم 1.300 مگ شما میتونید بازی GTA 6 رو نصب کنید. اگر هم خواستید GTA V رو نصب کنید میای بیرون از این برنامه، بعد ما میریم پایین تر روی دانلود بازی GTA V میزنیم، بعدش میریم توش، اندروید هم هست با 210 مگ میتونیم این بازی رو نصب کنیم، ولی متاسفانه از اپلیکیشن دیگه به اسم میهن اپه. اگه خواستید دوتاشون نصب کنید باید از اپلیکیشن وطن اپ GTA 6 و از اپلیکیشن میهن اپ GTA V نصب کنید. خداحافظ.